میکنیم. السلام علیکم همدیاران عزیز، اعضایان گروه انگور و باغ. امروز 4 دکبر سال 2021 ما قرار داریم در باغ شفتالوزور در موضع 400 ناحیه دنقره. من همین شفتالو هستمش و ما اومدیم با همراهی قاسم، برادر ما قاسم، و میخوایم با شما بریدن شفتالو رو نشان دهیم. قاسم گپ زده برید. من ببینید، من سر کرد بریدن شفتالو رو. ببینید گوجه‌اش رو بریده است. من همین شفتالو یک طرفی قسم. من همین شفتالو اول کنده هایی که در داخلش است بریده پرتاف دیدید. کنده هایی که در داخل همین بود، یعنی که قسم موبایل رو کشوده کرد، خالی کرد. من این ببینید چقدر کنده غوث رو بریده میپرتاید. حاضر برای اون که شفتالو در سالهای پیش البته سیستم کنترلش نیتون شدگی برای همین را اثر استفاده کردن در خالا و آوردن در شنیدید گفته است که سالهای گذشته این رو نقض نبریده بودن، برای هوای حاضر باید اینا اصلاح کنند. اصلاح کرد. من یعنی که من دیدید کنده ها رو بریده پرتافته موبایل شفتالو رو کشوده کرد. اگه اسکندر اینجا بینید یک شاخ، دو شاخ، سه شاخ، شاخ، چهار یا شاخ همش برای بیرون درست. برای بیرون درست. ولی این شاخ ها از طرف داخل، اما وقتی که یا را ابریسکه کردن مخچه‌ای که باید طرف بیرون بیایه ایره خطا کردن، طرف داخل مونده، طرف درنده. پس ما باید یا را همش گیریم. فهمیدید؟ همین مخچه رو طرف درون موندگی بودن سال گذشته، طرف درون نوده ها سبزیش است. من در دیگر نوارم گفتم که مخچه رو طرف بیرون میمونید وقتی بریدن. من حاضر نوده های قسم درون رو بریده میپرتاید، فقط قسم بیرون رو میموند. اسبابتون باید تیز باشد. اره تیز است؟ بله. اره نو است، تیز است. من ببینید قسم نوده هایی که درون است درون رو بریده میپرتاید. من ببینید خیلی درون شفتالو آفتاب گذار شد. دیدید درونش به قریب که نبوده نموند. ببینید این شاخ در مابین این شاخ ها سایهشان بسری در شاخ های دیگر میآید. میوه درخت ها سبز میآید، کم رنگ میآید، گویا بی رنگ میآید. بلندتر گپ زنید. برای همین ما این شاخ ایبین باید بردارید. من همین شاخی که در بالای یکدیگرش آمده است برداشت با مقصد آن که سایه نتیاد به این دیگر نهاده، چون که اگر سایه تیاد میوهش رنگش نقض نمی بیاید، صفتش خوب نمی شود. برای اول من برداشت. ببینید موبایل شفتالو خوب خالی شد. موبایل شفتالو رو خوب خالی کرد. من اینقدر نهاده رو برید. ببینید اینقدر نهاده کلان رو برید. انا حاضر باز دوام میتیم به شکل رو حاضر. ما با اعضای گروه یک چیز دیگر را یادآور میشویم که وقتی که ما برای ابریسکه درخت ها سر میکنیم، ابتدا 3 کروب ما باید گرد درخت تا خوریم. در یکم کروبی که ما تا میخوریم باید درخت های شاخچه های خشکیده باید برداریم. در کروب دوم شاخهایی که کسلی هست باید برداریم. در کروب سوم آن درختانی که شاخچه هایی که به طور نادرست در بین درخت ها هست یا رو ما برداریم. و یک چیز دیگه هم باید گفت که در ابتدایی که ما ابریسکه را سر میکنیم اول کاری اره را بود میکنیم، شاخهایی که باره کردن هست و یا رو میکنیم، بعد وای کار قیچینی کلان میکنیم و بعد از اون میمونیم کار قیچینی میده. حالا ما کار اره را همه را بود کردیم دیگه، اره با ما نیاز نیست، ما هر خود در جایگاه خودش موندیم. حالا کاری را بود کردیم بعد با کار این سر میکنیم. خدا خواهد ما باید موبایل شفتالو را مکمل خالی کنیم. شاخی که از طرف داخل درون بودگی را همه را برداریم. کلا بلند گپ زنید. این شاخ ها همش برای برداشتن هست، همه را ما باید برداریم.
این شاخه همش از طرف داخل بودگی این برای ما منفعتی نداره. ما همه رو میگیریم. محترم اعضایان گروه یادآور میشم که شما وکی من ابریزکر رو حاضر متخصص کرده شده است. قاسم متخصصی نهال پروری است و نهال های خودش رو پیشنهاد میکند در حدود جمهوری تاجیکستان برای بنیاد نمودن باغ های اینتنسیوی. این شفتالو اینتنسیوی نیست، لیکن ابریزکش رو به ما نشان داده است که چخیل ابریزک کردن در کار. تماشا کرده خودتون منطقاً خلاصه برآوری کنید. با اعضایان گروه ما گفتنی دیگر داریم، اون اینه که وقتی ما ابریزکر از این تریتوری این درختها خلاص تمام کردیم، میایم با شاخهایی که از سال گذشته از اینجا ابریزکه شده و این شاخچه های یک ساله هست، نودهای تازه که سال گذشته بعد از ابریزکه سر شده اینها هست. و حالا ما میایم در این تریتوری که از مابین کارش بود کردیم، میایم به این طرف و اینجا که آمدیم ما یک چیز دیگر برایشان یادآور میشیم. این شاخه‌هایی که اینجا میبینی از سالهای پیش یا به میوه هست و اون شاخه‌هایی را که ما اینا را که بریدیم یا دوستان یگان این میوه ندارد یا همش واترشید هست، شاخه‌های میوگی نیست. پس ما میایم به میوه. امسال ما باید قسم ابریزکه کنیم که از سال پیش انشالله میوه داشته باشیم و ضرر به صاحب باغ نه، منفعت برای باغدار برسانیم. ما با اینجا آمدیم و حالا دیدیم این در این شاخ، این شاخچه ای طرف شاخچه میوه گیر و این شاخچه هم اینجا میوه گیر و این شاخچه هم اینجا میوه گیر، یا هر کدامش اگر میوه میگیره در ساحه خودش میویه، با همدیگر لیزید نمیکنه، کاری به همدیگر نداره. پس ما چیکار میکنیم؟ ما از این تریتوری ایرا میبریم دوستان. بعضایان گروه گفتنی ایایی که اینجا ما وقتی که ایرا با این سیستم که میبریم، البته اینجا هم آفتاب رس است و هم آب اینجا جمع نمیشد و سبب امراضای فنگسی فیچیساید نمیشد یا همش تازه میباشد. یعنی گفتنی از قاسم که ما وقتی که بریدیم انم خیلی کنج، انم خیلی نشوی کرده میبریم، انم خیلی یابره کرده میبریم که اینجا وای نیستد، آب نیستد و نپوسد و با کسلی دچار نشود. من ببینید دوامی بریدنی شفتال رو ببینید. من او مباین به یک تا و غوصش زیادی که بوده است برای تونوک کردن برید. من ببینید قسمی درون بودگیشو بریده ایستاده است. دیدید من وای یک سال هاشو من خیلی کلته کردم اون که این سال و سال دیگر میوه دهند. من جایی که کسل است، جایی که شکستگی است و رو حتما ما بریده میپرتیم. حاضر در آخر با من نشان میدم شفتالو چه خیلی بود و چه خیلی شد. من مثال میگیرم شفتالو آن هم خیلی بود، عیناً همین خیلی بود. انا حاضر دیگر شکل گرفته شده است. این شاخه همه شاخه باد خشک زده سال پیش هست. شاخه شکستگی ها همشو بریده است. دیدید هیچ منفعتی نداره. شاخه قسمی درونیش هم بریده شده است. ما یارو میبرداریم همشه. شاخه‌ای که به قسم بیرون رفته است و ایران کوتاه کرده شده است. بعضایان گروه گفتن هستیم این مخچه‌هایی که هستن مخچه‌های میوه دهنده اساسی همینا هستن و اینها هستن.
این شاخه‌های میوه دهنده هست و این شاخه‌ای که ما از بالا برداشتیم از بالای اینها برداشتیم و کدام یا میوه دهنده نبود برای ما. من اینجا شکستگی است. اویدی این شکستگی چی میگوید من؟ این شکستگی این طرف شاخ بیرونی دارد، این دو شاخ دیگر هم دارد. این لازم نیست، این ما باید از اینجا میگیریم. من خودش تازه این شاخ درون بودگی با ما منفعتی نداره، میوه ندارد، میگیریمش. این شاخ دیدید هم میوه دارد هم نیتا سبزیدگی. این طرف همه شاخ ها اگر این را ما بگذاریم هم خیلی میوه بالای همه یا میرسه، ما باید اینجا گیریم. انا شاخی که درون درآمدگی بود و بالای دیگرش حلال میرسوند گرفتیم. من یک تا شاخ مونده در همین درون، برای که جای کشودیده یک تا شاخ مونده، دیگر همیشه که بریده پرتافت. قسم پایون رفتگی ها شروع منه بینید. این شاخ اینجا که ما میگیریم بالای شاخ ها همه بالا شده است، این ضرر دارد. اینجا ببینید آبازایان گروه این هم اشاره کنیم که این شاخ یک دو سه، این دو شاخ به ترتیب اینجا همش میگیریم، سایه بالای همه اون میمونه. مالا حاضر ما قیچین کلون هم بود کردیم، میاییم با قیچین های مایده و نوکایی را کم کم برای که میگیریم که مخچه های گلمون با برگ آلیش نشوه، بلنگ بزنید، باید با گل آلیش شوه. وقتی ما داخل درخت میدرویم احتیاط میکنیم که شاخهایی که میوهگیر است او رو نشکنیم. محترم اعضایان گروه، اهمیت که من همین قایچقتی هر یک نوده چاکوی مایده مایده پتیخکای این بریده پرتو شده است و نوده های درگیر رو نوکش رو کلته کرده شده است. این هم اهمیت. این سال آینده با نوده های نو کرده می رود، سال آینده با هم خیلی می بریم. این بریدن رو بینید که ما دلمون نسوخته بیرحمانه برید، بیرحمان رحم نکرده برید. اگر با درخت رحم کنید، اگر درخت و شما رحم نمی کند و غفص شده برآمده می رود و میوه نمی کند و فقط هیزم میتید. تمام کردید؟ حالا ما تمام کردیم. مرحمت من دوستان اعضای گروه ما میتواند ببیند. من حاضر ما تمام کرده میگوید برادر ما قاسم، من تماشا کنید، من از دور من میبینم، یک مرتبه دیگه شهر میدیم، من موبایلش رو نشون میدم. من کنده هایی که بولو رفتگی بود و موبایل رفتگی بود و جنگل بود، من همه رو بریده، نوده های کلون کلون رو بریده پرتوف. البته از ما با خود کراسکه نداریم. اگر ما همین بولوی همین رو اگر انا همین جره کراسکه مسلی نشکیم با بهتر میشد، برای که هر خیل کسالی ها نمیدارد. موبایل که کشوده شد بینید من گرد و گرد کاسه شکل کرد و با قسم بیرون روانه کرد نوده ها رو. موبایل آفتاب میدارد و این شفتالو میبندد و بسیار صفتی خوب شفتالو میدهد. من چی نمود بودنش رو نمیدونم. این باغ در دنگره واقع است. ما این باغ رو همین قاسم که بنیاد کرده است خودش میداند، من نمیدونم. انا بینید این چه خیل بود، حاضر پیش از بریدن همین خیل بوده. من اینش رو بینید، من اینش رو هم همین خیل باید که از موبایل
қисми зиёдашро гирифта баъд калта карда партоем. Мана бинед аз рӯи замин вақте ки формировкаро сар кардаанд 50 сантиметр 30 сантиметр рӯи 50 сантиметр монда якум сол бурида буданд ки шафтолу аз рӯи замин формировка ёбад. 71 метр намондан 2 метр намондану мана бинед калта карда мана сол якум бинед аз рӯи замин чӣ қадар калта кардаганд. Як 40 сантиметр ҳаст аз рӯи замин кундаи асосияш ва баъд мебурояд анамхел ҳар сол анамхеле ки буридед шафтолуро шумо ҷавон карда меистед. ҳозир мо боз ягон дарахти дигарро бурида бод давоми барномаамро нишон медиҳем. мана ҳами шафтолузор ҳамаш дар ноҳияи Данғара шафтолузор заминҳои бехорхобидаро ҳамаро боғ кардаганд. бисёр ба манфиат. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангуру ва боғ бошед, обуна шавед, подписка шавед. Мин баъд боз наворҳои беҳтарин ба шумо пешниҳод менамоем.